آزمون جمهوری فروغ سپی دانای کتاب است با مقصد دریافت چهره‌های سخنور و سخندان، ترغیب کتابخوانی و کتاب دوستی در بین اهالی کشور، روی آوردن به ارزش‌های ملی، ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ نیاگان، ترغیب وطن دوستی و خودشناسی در بین قشرهای گوناگون جامعه دایر گردیده ایستاده است. تشکیل و برگزاری آزمون طول چند سال نتیجه‌های ثمره‌بخش داده، بهترین نفران صاحب استعداد و دانشمند را معرفی نمود. دایر گردیدن آزمون مخصوصاً نورسان و جوانان را به مطالعه بیشتر کتاب جلب کرد. فعالیت کتابخانه‌ها بهتر گردیده برای خوانندگان امکانیت‌های خوبی مطالعه فراهم آورده شد. هر سال با برابری اعلان گردیدن آزمون مذکور اشتراکچیان از بین کودکان و نورسان، اهالی کسب و کار گوناگون با شوق داوطلبی این آزمون سطح بلندی معرفتی می‌گردند. فاطمه اینویت‌زاده اشتراکچی آزمون فروغ سپی دانای کتاب است. امسال در دور دوم جای سوم را اشغال نموده به دور ولایتی را خط گرفت. او برابر شرکت در این آزمون چند نفر دستپروران خود را نیز آماده نموده است. خوانندگان امروز بسیارتر کتاب مطالعه میکنند، با همدیگر رقابت میبرند و کوشش میکنند که یکی از دیگر بهتر باشد، یکی از دیگر بسیارتر داند، یکی از دیگر بسیارتر مطالعه نماید و این البته یک بردی مردم ما است. بردی آن است که ملت ما در آینده فقط نسل صاحب تمدن، صاحب اندیشه، صاحب خرد را به وایه میرساند و آن را تربیه میکند و امروز در کادرهایی که در آینده نسل امروزه مطالعه نمودند و علم می‌آموزند میتوانند وظیفه های بسیار پرمسئولیت را به دوش داشته باشند و این همه از ذکاوت و از صاحب خردی و دانش آنها می باشد. آزمون جمهوری فروغ سپی دانای کتاب است طول 7 سال برگزاریش به یکی از آزمون‌های بانفوذ در کشورمان تبدیل یافت. آن برای دانش آموزان و معرفت جویان و اهل جامعه کشور منبری اساسی تکمیل دانش و ملکه گردید. سال تا سال افزودن شماره اشتراکیان آزمون و غالبیت به دست آوردن آنها شهادت آن است که واقعا این آزمون در جامعه موقع خاص را صاحب گردید. مهم آن که جامعه ما خاصتا نورسان و جوانان رو به کتاب آوردند. دوره رهبریتی مرکزی تحصیلات علاوگی ولایت اطلاع داد امسال در دوره اولی آزمون 70370 نفر شرکت ورزیده، از آنها به دوره دوم 19777 نفر راه یافتند. دوره دوم آزمون نیمه اولی ماه مای در مرکز شهر نایاب با اشتراک غالبان دور یکم آزمون جنبست گردید. مورد به ذکر است که به دور سوم آزمون 1114 نفر راحت گرفتند. امسال در نقشه است که اشتراکچیان دور سوم آزمون با آمادگی جدی اشتراک نموده بهترین ها معین گردیده در دور جمهوری آزمون نیز دست بالا می‌گردند. امسال در نظر است که دوره ولایتی آزمون فروغ سپی دانای کتاب است در کتابخانه عمومی ولایتی به نام تاشخوجه اسیری در شهر خوجند برگزار می‌گردد. وابسته به این تدبیر سودمند رهبریت و کارمندان کتابخانه آمادگی همه جانبه دیده در سطح بلند تشکیل و برگزار گردیدن دوره ولایتی آزمون تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. داوطلبان در اختیار خود بیش از 500,000 کتاب چاپی و زیاده از 200,000 کتاب الکترونی را دارند. در کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجه اسیری حالا 4 تالار کلان برای برگزار نمودن 4 نمیناسی آزمون کاملا آماده است. همچنین ما تصمیم گرفتیم که برای استادان، برای آنهایی که برای دستگیری و برای راهنمایی شاگردانشان آمدن، برای آنها هم جایهای موافق با شرایط موافق مهیا کنیم تا آنها هم نشسته از روند برگزاری آزمون با خبر شوند و برای روحاً دستگیری نمودن شاگردان، همکاران، دوستان خود در کتابخانه شرایط خوب داشته باشند، یعنی از امکانیت کتابخانه بهره مند گردند. مرحله سوم آزمون در کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجه اسیری بسیار در سطح بلند، خیلی پرمضمون با آمادگی خوبی کتابداران و داوطلبان برگزار خواهد گردید. جهتی باز هم تکمیل و تحکیم بخشیدن روند برگزاری آزمون و هوسمندسازی بیشتری اشتراکچیان با دستور بی‌واسطه رهبریت دولت به نظامنامه آزمون در سال 2025 نوگانی‌ها وارد کرده شد. همین طور وابسته به اشتراکداران آزمون محدودیت‌ها برطرف کرده شده. منبع در آزمون مذکور در برابر شهروندان جمهوری تاجیکستان، شهروندان کشورهای خارجی از آن جمله تمام تاجیکان جهان و هموطنان برون مرزی نیز می‌توانند فعالانه اشتراک
اشتراک نمایند. بر ضمن این مکافات پولی برای غالبان آزمون 2 برابر زیاد کرده شده. مبلغ عمومی برای برگزاری و قدرشناسی غالبان آزمون 6 میلیون و 670 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد و متناسباً برای غالبان جای سوم 40 هزار سومانی، جای دوم 50 هزار سومانی، جای یکم 70 هزار سومانی و برنده شاه جایزه 140 هزار سومانی مقرر می‌گردد. مکافات پولی برای آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات عمومی که شاگردانشان در آزمون جایهای یکم، دوم، سوم و چهار جایزه را می‌گیرند 20 هزار سومانی مقرر کرده می‌شود. همچنین خوانندگان و دانشجویانی که در مؤسسه‌های تعلیمی در گروه‌های پولکی تحصیل می‌کنند در صورتی در دور جمهوری آزمون سزاوار جایهای یکم، دوم، سوم و یا شاه جایزه گردیدند به گروه رایگان تحصیل گذرانده می‌شوند.